کجاست؟ به 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 به، چشمم روشن. لازم نکرده از اونا دفاع کنی. بگو ببینم دیشب کجا بودی؟ سرکان با تو بودم تا اون وقت شب چی کار میکردی؟ با بچه ها یکم دور زدیم. با کدوم بچه ها؟ به تو چه؟ برای چی تو هر کاری فضولی میکنی؟ سرکان جایت زخمی شده؟ خوبی؟ آره خوبم. آخه پیراهنت خونیه. خیلی خوب، بده، چیزی نیست. سرکان ببینم این پیراهن دیشب تنت نبود؟ خون دماغ شدم. سرکان راستشو بگو، دیشب کجا بودی؟ هی داداش برای استراحت کردن جای خوبی رو انتخاب نکردی یا؟ اگه پلیس ببینه جریمه میشی. ای بابا. داداش ببین چقدر بی خیاله. کلیدارم گذاشته رو ماشین. احمد ببین چی دارم بهت میگم. تو جاده جنگلی یه تاکسی کنار جاده بدون صاحبش رها شده. به همه ایستگاه خبر میدی؟ 34 PJF 94. سوئیچ رو ماشینه ولی از راننده خبری نیست. مامان چرا حرفمو باور نمی کنی؟ دارم میگم خون دماغ شدم. خیلی خوب، در بیار. باز کن ببینم دکمه‌هاتو. مامان چی کار میکنی؟ میخوام ببینم زخمی شدی. گفتم چیزی نیست. پسرم این خون از کجا اومده؟ سرکان منو سکته نده، بگو ببینم دیشب کجا بودی؟ میگم خون دماغ شدم. خیلی خوب باشه، میریم دکتر. خب خون روی لباس مال من نیست. پس مال کیه؟ سرکان خواهش میکنم تو رو خدا بگو. ببین من مادرتم، هر کاریم که کرده باشی من از تو حمایت میکنم، ولی خواهش میکنم راستشو بگو. بگو ببینم دیشب کجا بودی؟ دیشب خوردیم به یه سگ. تو رانندگی کردی؟ تو که گواهینامه نداری. نه ما نه، یکی دیگه زده بود. منم وقتی سگو تو اون حال دیدم گرفتم گذاشتمش یه گوشه. منظورت از ما کیه؟ با گناهی بودیم. مامان چی کار میکنی؟ بازم بهم اعتماد نداری؟ میخوای به گناهی زنگ بزنی؟ مامان با کی دارم حرف میزنم؟ پسر خب دستگاه خراب بود. برو بابا، کجا دستگاه خراب بود؟ پس من چجوری انجام دادم؟ نگران نباش، دفعه بعد قول میدم خودم کمکت کنم. برو پیکارت ببینم. یعنی چی شده؟ نمیدونم. الو خاله نازا. سلام گنه، دیشب با سرکان کجا رفته بودی؟ کجا رفته بودیم؟ رفته بودیم خب بگو ببینم. سرکان نگفت؟ داداش بگو دیگه، رفتیم این ور اون ور دور زدیم. تو ساکت باش. شما رانندگی کردی؟ شما به سگ زدی؟ نه خاله نازا، بدون گواهینامه که نمیشه، ما نبودیم. پسر چی شده؟ یکی دیگه به سگ زده بود؟ آره. یعنی سرکان سگو گرفت؟ برای همین لباسش خونی شد؟
آره خاله نازان همینطوره. آخه میخوام بدونم شماها با این کارا چی کار دارین. خیلی خوب باشه، برین سر کلاستون. اوف پسرم، آخ داشتم دیوونه میشدم. امیدوارم حداقل میکروبی ازش نگرفته باشی. نه من خوبم، چیزیم نیست. منم میام. پسرم خواهش میکنم دیگه به این چیزا دست نزن. سرکان بیا بریم. سب کن ببینم، تعریف کن، بگو سگ کی مرده، چی شده؟ نمیدونم، یه خبرایی هست. باید صبر کنیم سرکان بیاد بگه قضیه چیه. بریم. بریم. بس بابا روشو پوشوندین دیگه. شما چرا هنوز زخماتون تو همه؟ از این ناراحتیم که نریمان خانم جریممون کرده. چیزی نمیشه. داد و بیداد میکنه، ممنوعیت میذاره، ولی همش میگذره بابا. شما چقدر ترسو عذاب در اومدین، مخصوصا تو سوگل. تو اول از همه شروع کردی، شروعشو تو به پا کردی، بعدش هم گذاشتی رفتی. بی خیال مارال، کار داشتیم دیگه. چه کاری؟ تو اصلا چرا به ما چسبیدی؟ مثل جوجه اردک افتادی دنبالمون. برو سراغ کارت، دست از سر ما بردار. منم خیلی دلم نمیخواد ریختتون رو ببینم. دلت خنک شد؟ میخواستم از مارال موبایلشو بگیرم. نخوا. یعنی نباید به ایلول زنگ بزنیم و بهش خبر بدیم؟ ایلول هنوز خبر نداره؟ شایدم میدونه. نکنه داره تو اداره پلیس همه چیزو لو میده. وای خدا، حالا چیکار کنیم؟ نه یعنی اگه اینطور بود خبردار میشدیم. خیلی خوب دخترا، شما برین، من خودم درستش میکنم. مارال، معذرت میخوام. از دیشب عصبانیم سرتو خالی کردم. مگه من کیسه بکستونم که تا عصبی میشین سر من خالی میکنی؟ خیلی خوب، حالا قهر نکن دیگه. خودت میدونی که رابطه بین من و تو همیشه همین جوریه، دائم دعوا داریم. معذرت بخوام. کش نده. میشه موبایلتو بدی به ایلول زنگ بزنی؟ پس برای همین میخواستی آشتی کنی؟ نمیخوام، نمیدم. چی میگی ها؟ ببین مادرش زایمان کرده، نمیدونم بیچاره تو بیمارستان در چه حالیه. تازه برات شارژم میخرم. بی خیال بابا. راست میگم. ببین پول دارم، اینترنت هم میخرم. بله. سوگل تویی؟ آره ایلول پیشمه. باشه، دوستت نگرانت شده. الو. دیشب یکی تعقیبمون کرده. یکی جلوی پانسیون نوشته میدونم دیشب چی کار کردی. تو نمیدونی ممکنه کار کی باشه؟ نه، من کسی رو ندیدم. من به سرکان شک دارم. به نظرت ممکنه همچین عوضی بازی در آورده باشه؟ کار